سردارم، آخر ما چی میکنیم؟ فکر نمیکنم که در اینجا خزینه باشد. در سرم فکرهای هر خیلی هست، اما نمیدونم که شهر دهم. قبرتان رو میکنید. تونچهر از دهان تو هم شکر میریزد. بسیار گپ نزنید. زودتر کنید. وقت رفته ایستاده است. آخر من یک چیز را نفهمیدم. آیا ما درست میکنیم؟ سردارم، قبله کدام طرف است؟ همین طرف ممکن باشد. نه، این طور نمی شود. من طرفی قبله پادراز نمی کنم. من هم والله بهتر از چنین کنیم. آها. با من نگاه کنید. کعبه رو بر سرتان چپه میکنم. حتما یک روز می آیی. آقای تونچهر مرگ دری همه را می کوبد. از دستی اجل گریختن نمی توانی. یک طرفیست، کارت را کن. چه شد؟ مزه شطه دیروز خورده از یادت نرفته است؟ کاری عجایب، ها؟ خمار مشت ضربه نیست، عجایب بوده است. گوش کن. عصبی هم کردی. وقتی خاک پرتویی گپ میزنیم. تمام نشده است. حاضر تمام میکنیم. نجیب، مرا به یاد آوردی؟ نه، باید به یاد بیارم. چقدر انتظار شویم؟ آقای کبوتر 160 خلطه بار کردیم. 60 خلطه دیگر مونده است. احتیاط کنید. این بار $1,000,000 ارزش دارد. در این بحران میلیون کم نیست. شکر کنید. با دقت باشید. الو، نجیب سردار ممکن؟ تلفنش خاموش است. نیست؟ کی است؟ مایلش بخیر دی. کمیسر، اکای تیمور زنگ زد. تعجیلی است. کنی به من ده. الو؟ یا با نجیب سردار و یا یکی تعجیلا باید صحبت کنم. بخیر است؟ ناش اجالوبان امروز دادگیری دارند. یک کار کرده این معلومات را رساند. حاضر ماشین ها میبرایند. دیروز باز از هر دویشون خبری نیست. بگو اکا در کجایی؟ حاضر من وقت زیاد ندارم. الو؟ ای خدا. سلیم مال تیار. میرویم آقای کبوتر. تیمور در کجا باشد؟ کدام نشه جلابان؟ خودی کبوتر نباشد. نجیب زود جواب نده. یک تخمین کن. اندیشه کن. به یادم آمد. البته تو حضرت امام هستی. شکر که امام آوردند. ندانستی. خوب نگاه کن، ممکن شناسی. 30 سال شد که یکدیگر را ندیدیم. خوب شده است. با آدم نیک هم مانند نیستی. تو هم بدک نیستی. آدم مگر دادرش را نمیشناسد. دادر؟ تو فاروخی؟ آرام. تو کندن را دوام ده. با همین بر سرش زنم میگویم هیچ نباشد اقلا با آرمان نمیروم. شکر که به یاد آوردی. فرزند کهیان خود فاروق هستم. دیگر شده ای؟ آب که از سر گذشت نجیب. یک وقتا در ده مرا مسخره میکردید. حتی اسب را امانت نمیدادید. بیا حاضر ببین. یک دولت کلان را به من امانت دادند. به قدری میدانستم این دولت به ما امانت است. تو خودت را که گمان کردی. معلوم شد که آدمی در دیسک بوده تو بوده ای. همین خطاله بلندی کرد. تو فاروق بوده ای. برادر فاروق. تو فرزند بیگانه نبودی.
با تو همه چیز رو، نان و آب رو برابر تقسیم کردیم. پدرم تو را چون فرزند خود دوست می داشت. از من جدا نکرد. تو چیکار کردی؟ همه را سوزاندی. در اصل خودت را سوزاندی. آن روزها گذشت نجیب، فراموش کن. امروز حقیقی است. ببین، در آینده نقشه فتح کردن دولت بزرگ است. در عاقل خواب است و خواب پادشاه شدن را می بینم. تو به همین مانندی. میخواستم که نشسته گذشته را یاد کنیم، اما وقتی خرید و فروش رسید. من باکی ندارم. هر آینه بعد فاصله میمیری. 200 کیلو کوکائین دارم. همان را میفروشم و بس بودگیست. خیلی کیدید. کندن را دوام دهید. زود. حقان گوش کن. لبای خیری. تیموری ما با پینانکاری گذاشته بود 1-2 ماه پیش. کاری نشه جلابی. ها یگون چی میدونی کدام گروه باشد؟ معلومات داری؟ والله که این کار رو اکی نجیب با شعبه زیدی نشه میبرد. از حد زیاد پنهانی است. یک اکی نجیب میداند. دانت هم سرکمیسر یگید میداند. نخواد. با خیر است. نه چی کار میشد؟ تشکر با سلامت باشی. باید این کار رو حل کنم. رعنا رو پرسم. فکری خوب. الو الو رعنا یک چیز رو پرسم. مرحمت خیری 1-2 روزی آخر تیمور به تو زنگ زده بود؟ نه چند روز با زنگ نزده است؟ نخواد. چرا یگون واقعی روی داده است؟ هیچ گپ نشده است. گوش کن تو خود پلیس هستی. اگر کاری شده باشد هیچ چیز نشده است. خیری مرا دیوانه نکن. به دستم افتی میدانی با تو چیکار میکنم؟ گفتم هیچ گپ نیست. باید خاموش کنم تا دیدم. چرا با من زنگ زد؟ با تیمور نخوشی روی داده باشد. بار بعد لحظه همینجا می شود. داد و گریف می کنیم. آدمان مسئول مال را توسط کشتی به هالند می برند. نترسید یکان چیز نمی شود. کسی که به زانو زده التماس کند بیرون میبرارمش. تو چی مرا به خودت مانند میکنی؟ من تنها نزد الله خم میشوم. نسبت به نزد تو بر این پلید خم شدن راست ایستاده مردن اولادتر است. 200 کیلوی صاف. باشد بعد گپ میزنیم. با یغماگران سر و کار داری. تجارت است. نمیفهمی مگر؟ آن مالها را باشد برده به اروپا میفروشند. پس آن سلاح میخرند و بعد با آن تیر و توپ فرزندان وطن را نیست میکنند. آنها پولی خوب میدهند. به این هم سلاح را ما خودمان میفروشیم. یعنی بازی جالب. دین و ایمانت پول شده است. یک روز خودت بازی خواهی شد. احتیاط کن. تو از کودکی همین خیل بودی. دائما دنبال حقیقت. جای اعتراف است. من از این فعلت ناراحت می شدم. زود کنید. زود باش. خودش چی گپ؟ اینها کی آیند؟ این دو پلیس بیچاره که در قبر کنده خودشون گور می شوند. پلیس؟ دو خیال پرستی که بر مقابل ناحقی مبارزه می برند. نجیب و یگید. نجیب و یگید؟ چرا اینقدر حیران شده ماندی؟ حیران نشدم بلکه خرسند شدم.
با این 2 نفر حساب کتابی گذشته دارم. نجیب مرا 4 سال زندانی کرده بود. لبای الو آقای کبوتر امروز دادگیری دارید؟ بله، تو از کجا میدانی؟ در میان شما پلیسی هست. چی؟ چه خیل؟ خیری شدی از نه از نو من به خالم سلام گوی. چه میگویی؟ چه خیلی از نو خالا؟ یگان گپ شد زنگ میزنم. من خودم حل میکنم، پروا نکن. با کی گپ زدی؟ با یزنه اپا؟ یزنه و خوله و عمه و توبه، بر شما سوال داده هم نمیشود. گفتم که هیچ گپ نشده است. نجیب سردار و یگیت همین جویند؟ نیستم. کسی در کجا بودنشان رو نمیدوند. ما هم نمیدونیم. ممکن در ادای وظیفه اند. آخر به دست افتادند. چقوری زیاد لازم نیست. خاک پوشاند بس است. مال تیار است؟ تیار است آقای فروخ. مال خوب است آخه؟ خیلی خوب است. سنجیدن خواهی بیارم. مالی را که خودم استفاده نمیبرم نمیفروشم. اخلاق تجارت همین است. من از ماشین میگیرم. ما هم از این کار با خبریم. تو ایستو، من میارم. بازم چخورتر کنجهایش را. الو تیمور گپ میزند. پیوست کن. الو، خیری مرا گوش کن. نجیب سردار و یگید به دستی نش اجلوبان افتیدند. خونها را کشتنیاند. عملیات نشب تاخیر گذاشته شود. بچه ها رو جمع کرده بیایید. در چتلجه ایم. شد، فهمیدم. تلفنم افتید. بردنت شرط نیست. آقای کبوتر داشته است. در حقیقت مالی با صفت بوده است. اگر خواهید شما هم مزش را چشید. پیش از مردن راحت کنید. نه، ما نمیگیریم. پیش از چشیدن شربت شهادت ما دهانمان را حرام نمی کنیم. گیر این را سلیم. تو هم مزش را چش. بلا زند. وقتی تلفن است مگر. مرحمت. کسی باشد انتظار شود. الو، من کار دارم، زود برمیگردم. به خدا تو چی شدنش را به من نگویی؟ به هیچ کجا نمیروی، فهمیدی؟ هیچ گپ نیست، باید زنگ زنم. از همینجا زنگ زن. در بلا موندیم کو. چی به من چسبیدی؟ تو امروز کار بار نداری؟ نه. خیلی تلفن را به من ده. تو با کی پنهانی گپ میزنی؟ یا خدایا، تو کودک بری، به من مرا ده. بیهوده خبرنگار نکردن. تو چیزی را پنهان میکنی، فهمیدی؟ رانو حاضر تو رو میرنجونم، به من ده میگویم. فرده. زود میبرویم. جمع کنید میرویم. وقتی انتظاری هم تمام شد. تو نه، تو با من بیا. سلاحت را به سلیم ده. باز این برای چی؟ گپ نزنده.
سلیم به سر هر دوشان زن و رفتیم. مایلش برادر نجیب به آخری راه آمدیم. افسوس که حال پرسی هم نکردیم. خیر در آن دنیا بسیار صحبت خواهیم کرد. فکر نمیکنم. انشاءالله در آن دنیا راههایمان فرق میکند. لباس گرم نپوش. معلوم است که در جای گرم پیشوازت میگیرند. یک چیز دیگر را اعتراف کنم. پدر سئیس ما را به نماز جمعه می برد. تو زود می دویدی. من دائما می گفتم که بیمارم. یک بهانه می گفتم. اگر می رفتم هم به طهارت نماز می خواندم. در وجودت کمی هم باشد خونی ما هست. الله با حرمت آن خون کمی مرحمتت میکند. دیر می کنیم. یگید با تو کفن تیار کرده بودم. افسوس وقتم نیست. سگ بچه تو در کجا تربیت گرفتی؟ نمیدانی که شهیدها با لباسهایشان دفن میشوند ها؟ و منسایگی نکن. دور شو. زود. رنا دردی سری من شدی. خیری آنها کجا شدند؟ به کدام سوراخی در آمدند؟ چند ساعت شد که از آنها خبری نیست. شما از کجا پیدا شدید؟ از آسمان فرآمدم. یگان گپ داری؟ اپا او چیزی را پنهان میکند. با تیمور چیزی شده است و نمیگوید. من میدانم چخیل او را به گپ در آمد. آرام باشید. شینید اینجا. این طرف گذارید. هیچ چیز نشده است میگویم. تا شام همه چیز معلوم میشود. خاطر نشوید. آرام باشید. کنی در را کشا. دوصد خلطه یک کیلویی. خیلی خوب. داد و گریف که شد جشنش از حساب من. این آدم چرا انتظار است؟ چرا تا حال آنها را نکشته است؟ تونچر شما رو میکشد گفته ترسیدم. سردارم چی کار میکنیم؟ دیگر علاجی نیست. آنها نگاه دارند. چی کنم؟ پران. چی؟ مجبور هستی که پرانی. پران زود. هرگز نمیپرانم. نمیتوانم. تیمور زودتر باش. سردارم بهتره شما گریزید. به عقلی مکن تو را میکشند. مالهای درون ماشین بوده نباید از مرد بیرون براید. این از حیات هممون مهمتر است. نمیتوانم. میتوانی. بعد آنها را دستگیر میکنی. همش همین. و تو امر میدهم. ببین به این طرف نگاه دارند. پران زود تیزتر. شما باید یک چیز رو دانید. تونچر یک رفته بین سلیم چرا انتظار است؟ با جان و دل. صدای تازه تونجر میآید. اگر تو نپرانی این دیوانه ی حرامی ما را میکشد. پران بهترش از دستی تو بمیریم. زود پران. زود باش تیمور زود باش. شاد بیا. گوش کن مرا. اینجا مانده آنها را گور میکنی. ماشین هم داری ها؟ هست آقای فراخ. خب بعد با ما همراه میشوی. تونجر تو با 2 نفر ماشین مال را بر.
چرا اینقدر دیر کردی؟ حسابمون رو برابر کردیم. گوش کردن زاری هایشون خوشم آمد. بیا رفتیم همه با ماشین ها. چی شد خیری؟ دیگر طاقت ندارم. نجیب سردار در کجاست؟ اول در کجا بودنی تیمور را گوید. رано تیمور در وظیفه پنهانی است. تنها مدیر و نجیب سردار میداند. نامش هم مخفی است. دانستن همه ممکن نیست. نیازی چی میگویی؟ نیازی کاری تعجیلی دارم. التماس مرا از پی هنر و رعنا خلاص کن. 2 دقیقه شین من میآیم. من هم کار دارم. خوش آمدی اپای هنر. خوش نآمدم. خدایا این کار جدی برینا. جنازم نکردند بدین رفتند. سردارم با فکرم این ممکن است لیکن نکیرش کجاست؟ نکیر امروز استراحت بوده است. شما نمردید. با ما باشد مردیم، لیکن این آشنا همان جا نغمه کرد. دوباره گرداندن. سردارم برای اجرای فرمان ها آمادم. رفتن نشه جلابان رو دستگیر کنیم. تلفن داری؟ هست. در کجا؟ انا زود پیش درو. سردارم به کسی او نمیتوانم. راه گرد. زودتر. تنجر ما در اینجا جدا می شویم. یگان کمبودی نشود. میلش احتیاط شو. خواطر نشوید. همش خوب می شود. کبوتر آنها نیمی پول را نقد دادند. در همین وقتی بحران پول خوب دادند. لبای الو سلام آقای کبوتر. در بینتون پلیس هست. چخیل پلیس؟ چه ها میگویی؟ چخیل؟ درستر گپ زن. به من ده. من فروخ. خودش چه گپ هست؟ الو آقای فروخ، نو خبردار شدم از شعبه مدد در بینتون پلیسی در آمده است. نامش تیمور. شکل و شمایلش چه خیل است؟ قدش 1.80، موی سرش کم، ریش دارد. عملیات را هنگام داد و گریفت شروع کنید. تمام گروه ها را خبردار نماید. تمام. باز این دردی سر از کجا پیدا شد؟ برادر، مگر تراکتورت را از سری راه نمیگیری؟ زودتر گیر. همین که تمام کردم میگیرم.
التماس زودتر باش ای برادر زودتر باش. ای برادر باز از کجا پیدا شدی؟ گیر از علی رو گیر زودتر. فکر میکنم کی بودنش را تخمین کردم. بخیر است آقای فروخ. در بینمان موش است. پلیس میگوید؟ حیف شده. شما از کجا میدونید که داد و گریف آنجا میشود؟ حاضر دوستانت را دستگیر میکنیم. ما را دیدن پس احوالشان چی میشده باشد؟ یعنی در بینمان پلیس بوده است کی باشد او؟ حالا ایستادیم. آدممون در امنیت کفت و کوب دارد. همین که انیخ کرد خبر میدهد. پس داد و گریف در خطر است؟ نه هنوز. آنها مال را تعجیلا انتظارند. لیکن باید مطمئن باشیم که مکان را پلیس میداند یا نه. باید چیکار کنیم؟ آن طرفش را به من مان. سردارم کبوتر زنگ میزند. جواب نده از شوخه میکند. گوش کن. تلفن رو بردار و آدم بر این گپ زن. یگان خطا کنی مینه سرت رو در جای نشستت پاش میدیم. الو لبای آقای فروخ. چی کار کردی؟ پلیس ها را گور کردی؟ بله آقای فروخ، هر دویش رو گور کردم. حاضر در پیشانت تپانچه است؟ بله در راه هم آماده ایستادم. جای داد و گریف را میدوند؟ بله در وقتش هم اونجا میشم. آفرین. یک دیگر فرمی چیزی خوب است. سردارم این بچه خوب بوده است. کبوتر تو را با پلیسی که بینمان در آمده است شناخت میکنم. آقای تیمور این کبوتر. یه تو به ناموسی نوکس. ایسته چه خیلی پلیس از کجا برآوردید این گپو؟ نجیب و یکی زندان، لیکن جزای این کارت گران می شود. مالمون چی می شود؟ تونجر را تلفن کرده کار را تأخیر گذارید. پلیس در راه است. مال را از دست دهیم ضرر جدی می بینیم. سلاحش را بگیر. گرفتم. سلام علیکم. سلام مال را آوردید؟ همش 200 کیلو. میخواهم پول رو بینم. بیار. $500,000 نیمش را پیشتر داده بودیم. مال را دیدن میخواهم. آقای کبوتر زنگ میزند. کمی ایستاد. نمیبینی کار کرده ایستاده. مال تازه نوع یکم. پیوسته زنگ میزند. انتظار شود.
با شما کار کردن کیفیت دارد. ҳамеша тайёре. التماس جواب دید آخر ما رو جمع میکند اکا. ин телефони таом як лаҳза. оғои кабутар, زود از آنجا گم شوید. در بینمان پلیس بوده است. دستگیر میکنند. полис? چی شده است؟ гурезед, полис Полис! меояд. پلیس! کمی گیره سلاح رو گرفتار کنه. تسلیم شوید پلیس! با شما فرمان میدم تسلیم شوید. زمین таслим шавед. زمین همه به زمین تسلیم شو تسلیم شو زمین زود به زمین به زمین به زمین دیگر ها کجایند گپ زن فاروق و کبوتر کجاست онҳо наомаданд. کبوتر مالتان در دستمون حاضر برای دستگیر کردن شما میآییم. بلا زند. مال در دست پلیس. فاروق را جیغ زن. برادر مرا حیران کردی. چرا انتظار بودی؟ نشا جلابان تونجر و یک چند آدم شما در دستم. قسمشان در دوزخ. دوزخ گفتید؟ جسدها هم است؟ برای تو خوب شد. با تو حساب و کتاب میکنم. بعدتر انجام میدهم. حساب این را خواهی داد. تیموری یا سلیمی رفتیم از اینجا. این چه شرمندگی است آقای فرخ. نیمه پول را قبلا دادیم مال را میگیریم گفتیم پلیس آمد بچه های ما را کشتند. نقشه ها میخته شدن. خاطر نشید مالها را میگیریم. فلان ژورنالیست را به قتل رسانید گفتید به چشم گفتیم. کانسول را به قتل رسانید به چشم گفتیم. نوبت ما که شد پلیس آمد ها؟ این چگونه کار است؟ راست میگویی. حاضر آرام شوید. ما هم در ماندیم. میانمان پلیس در آمده بوده است. ما هم به پول احتیاج داریم. از عهده کار نبرآمدید. اگر مال تا حالا نرود کله هممون را میگیرند. نترس. از من انتظار خبر شو. همه این مال را گرم به گرم میگیرم. آقای فاروق اینقدر مال را از کجا میابیم؟ مال نو نمیابیم. مال خودمان را میگیریم. این کار را چخیل بکنیم؟ در دستمان تیمور است آخر. کنی فهمیم این آدم برای شو به قدر 200 کیلو را دارد. تجارت است. نامردهای بیناموس با این تجارت افلاسشان پول جمع میکنند. بعد دعوا میکنند که آزادی نیست و در تمام دنیا سر میبردارند. سردارم نادرست نفهمید. من شخصا از همین دیارم. توف به این خیلی انسان ها. این وطنی هم امان است. این به تو دخل نداره سلمان. به این بیناموسان دخل دارد.
ҳазорҳо ҷавонҳоро заҳролуд мекунанд, ояндаамонро барбод медиҳанд, халқро заҳролуд мекунанд ва даъво мекунанд ки миллатро наҷот медиҳанд. рафтем. гӯш кун. ба ту нагуфта будам ки ба зону зада зориву тавалло мекунӣ? чӣ кар наҷот ёфтед? салим шуморо накушт? ту аблаҳ ҳастӣ, тунҷар, аблаҳ ҳастӣ. ту боре ҳам нашунидаӣ ки полисро доранд ҳам ҷавонмардон намемиранд, ватан ҳеҷ гоҳ фурӯхта намешавад. ин ҳайвонро гирифта баред. ман наҷиб. молро мехоҳам. вагарна теймури рафиқатонро порча порча карда дар халта равон мекунам. шунидӣ маро? гуфтагито намешавад. пас ту интихоб кун. занг зада замону маконро бароят мегӯям. молу тунчарро бо теймур иваз мекунем. агар ба ғайри шумо дигаре пайдо шавад, аз оқибати кор розӣ намешавӣ. агар ба ӯ зараре расонӣ, рафтем. рафтем. чӣ шуд сардорам? ягон воқеа шуд? бале, теймурро фош кардам. бар ивази теймур молу тунҷар аз мо талаб дорам. чӣ кор мекунем сардорам? ҳоло сабр мекунем, бо мудир маслиҳат мекунем, ягон чора меёбем. меравем. рафтем. офарин сардор. ташаккур бачаҳо, ташаккур. саркомиссар, аҳсан ба шумо. бачаҳо, ин муваффақияти ҳамамон аст. то дедан. салом. ташаккур. саломат бошед. сардорам, худо шифо диҳад. шунидан баробар омад. хайри, ту инҷо бош. мо бо мудир суҳбат дорем, баъдан итоат, меоем. сардор. фаҳмо? офарин шербачаҳо. 200 кило какаи. салом. медонед ин чӣ маъно дорад? салом. ман ҳам оид ин мавзӯъ бо ҳамтоёни ҳолландиямон суҳбат кардам. муҳтарам мудир, вазъият каме дигар аст. як камбудӣ дорем. чӣ гуна камбудӣ? тавре ки медонед теймур дар дохили гурӯҳ буд. ҳозир онҳо полис будани теймурро фаҳмиданд. чӣ? ана ин кори бад. аҳволи теймур чӣ хел аст? айни ҳол хуб аст, аммо онҳо бар ивази теймур мол ва тунҷаро мехоҳанд, вагарна теймурро мекушанд. онҳо куҷоянд наҷиб? чӣ гуна доду гирифт мекунанд? бояд коре кард. барои ҳалли масъала фикри шуморо мехоҳем. ин савдо бароямон хеле гарон меафтад. дар асл ин савдо маро ҳам азият медиҳад. ман бо мудири кул машварат мекунам. ӯ бо вазир суҳбат хоҳад кард. духтарам, бо мудири кул пайваст кун. роҳ гард, ба ту гапҳои зиёд дорам. итоат муҳтарам мудири кул. итоат, модоме ки вазир дастур дод, амал мекунем. рӯзатон бахайр. чӣ шуд мудир? вало мудири кул фикрамро хонд. муҳтарам вазир ҳам ҳамфикр аст. дигар коре нест. дигар полисе аз даст нахоҳем дод. аммо амалиёт пинҳонӣ мешавад ва соити ахбори омма надонад. кӯшиш мекунем мудир. баъди ин кор шабу рӯз аз пайас шуда ба ҳабс мегирем. акнун тунчарро бо ду дасти адаб ба онҳо медиҳем. дар мавриди фурӯши маводи мухаддир чашм мепӯшем. ҳамин тавр? на ҳаргиз. ягон роҳи дигарро фикр мекунем. аввал теймурро халос мекунем. худо карим аст. бо иҷозати шумо оғои мудир. ба шумо иҷозат. худо нигаҳбонатон. хуш бошед. ташаккур. марҳамат. ба курсӣ бандед.
مرا سردید میگویم. حاضر درونت را با هیروین تور میکنم، بعد زاری میکنی که مرا به هیچ کس ندهید. حیوانهای بی‌ناموس، خدا جزایتون را دهد. برای ضربه طلایی همه آماده باشید. سردید میگویم، سردید. این ناوش در مکتب ها و دانشگاه ها فروخته می شود. بچه ها یک تا تیار کنید. 2 کراته. سردید. خیری چه شد؟ آقای نجیب چرا ما رو دعوت کردند؟ آنا اومدند. آقای نجیب بخیر است. چرا اینقدر تعجیلا دعوت کردید؟ یا اینکه با تیمور یگان واقعه روی داد؟ نه، چیزی رخ نداده است. بیا اینجا گپ زنیم. بیا، اینجا مساعد است. شین. معذرت میخوام خیری، ما یک گپی مهم آخر بگویید، حاضر است ترس دو پوره میشوم. میفهمی تیمور ادای وظیفه پنهانی دارد. میدونم، لیکن به کجا رفتنش رو به من نگفت. رانا، تیمور در داخل گروهی نقش جلابان کار میکرد. آنها شخصیتی تیمور را معین کردند. حاضر در دستی آنهاست. آقای نجیب، اگر با تیمور یگان کار کنن چی؟ اگر او را کشن چی؟ نترس، در دستی ما مال قیمتشان هست. از ما هم در دستی آنهاست. یعنی عوض میکنیم، ساق و سلامت نجاتش میدیم، خواطر نشو. اگر نتوانید نترس، میتوانیم. وعده میدهید آقای نجیب شوهرم رو ساق و سلامت به من برگردانید؟ وعده میدهم، ساق و سلامت میآورم. رانا، نگران نباش، ما او رو نجات میدیم. شما مردم بی‌ناموسید. داره دورا. سردید میگویم، سردید. بیهوده دادو فیغان حیوانها. حاضر آرام میشوید. نه. اوه، خوش آمدند. شما کجا بودی؟ خوش دیدیم. از برای خدا نجیب در کجا بودی؟ آدم یک زنگ میزنه بخیر است رانو؟ نپرس که راست. این چه حال است؟ کودک ها از دیروز باز بطاقت شدن، یک پیدا میشوید یک گم زنک، میشوید. وقتی این گپ ها نیست. چی گپ شده است؟ چی شده است؟ رانو، تو خوب هستی؟ خوب نیستم اپا. تیمور به کاری پنهانی رفته است. حاضر در دستی نشه جلابون. حیاتش در خطر. تو چی ها میگویی؟ او راست میگوید. اپا، خواطر نشوید، بسیار واهمه نکنید. تیمور را البته از آنها میگیریم، به خوبی میدهند، مصلحت میکنیم. بله، در دست همون مال آنهاست. تیمور را خدا خواهد ساق و سلامت میدیم. خدایا تا با آنها که هایند. برادرم فرخ. فروخی که گفته بودی، همونی که در ده یک جای کلان شدید. خودش. حاضر شاید تیمور را اذیت داده ایستادند. رانا، خواطر نشو، آنها کاری کرده نمیتوانند. آها، داروی بد نبوده است. کیف کرد، در چشمانش خنده پیدا شد. کمی دیگر میخواهی؟ دف شب تو. اگر بمیرد مال را گرفته نمیتوانیم.
من این را ناکشته مال دیگر میدهم وگرنه کلش را میبرم. آرام شو. نجیبکه میگویند که جای خواطری نیست. با گفتن آسان است. هوش و یادم دایم با است. در نزدیکی ایستگاه عمر یک میدان خالی هست. آنجا وام میخوریم. تاکید میکنم تنها میایی یا این که پارچه های تیمور به دستت میرسد. فهمیدی؟ شد بگذار گفته تو شود. آنجا میشوم. آنها یندکه؟ بله، یگان جای ترس نیست. از دیروز برای دادن تیمور روزی بودند. یگید بیا رویم. در مرکز تیاری باید بینیم. اکای نجیب به من وعده دهید که تیمور را سوق سلامت به من برمیگردانید. وعده میدیم. خدایا توبه، این سرگردانی ها هیچ تمام شوی ندارد. هیچ. کنه خیز از جایت میرویم. با کجا میرویم؟ با تک دوزخ. اکای فروخ تو را یاد کرده است. گریه دارد، تنجر نباشد نمیشود میگوید. تو را به نزد او میبریم. نزدی فروخ؟ چی گفتن میخواهی؟ مجبوریم. تو را میدهیم و تیمور را میگیریم. گرچند که 10 تنجر به یک تیمور نمیارزد. شکر کن امر از بالا وگرنه. یعنی آزاد میشوم؟ راست میگویی. از برآمدن و در آمدن این محبس بیزار شده ای. اگر تیمور همسر داشته باشد برایش بگو که هم تقدیر میشوید. او را هم مثل حلیمه میکشم. تو بیشرفی حیوان. من نگفتم که نامی حلیمه را به زبانی حرامت نگیر. سرکمیسر بس کن. میکشم کبوتر. تیمورا خیز رفتیم. پریدید را. خیز. دست و پایش را بندید. علاکه بیهوش شد. دعا کند که به ما زندهش لازم. وگرنه من میدانم چی کار کنم. بیا رفتیم. اما آماده اید؟ بله سردارم. چرا این رو بستید؟ برای عمری دراز دیدنش. فهمیدم، خوب کردید. من با نیازی مواد رو تسلیم میکنیم. تو با تنجر با ماشین میایی، فهمیدی؟ اطاعت سردارم. ها سردارم، سلاح‌های ما از درون ماشین یافت شد. بسیار خوب، تشکر. سردارم شما میروید؟ بله خیری. تو اینجا ایستاده انتظار خبر شو. سردارم نخود این نقش اجلام رو به آنها دهید. شما که این کارو نمیکنید یا یگو نقشه دارید؟ دیگر چه نقشه هم میشد؟ طوری که میگویند پول را ده و شیرینی را گیر. مال را میدهیم و تیمور را میگیریم. نه شما حتما چیزی فکر کرده اید. نیازی هم میرود. البته خیری. و جای ما خودت فکر کن. را گرد. زودتر. درا یا نغزکک بند آمد. وگرنه سرت را به هر جا زده باز باری من میکنی. صبر کن احمقی خدا زده. صبر کن.
رانا جان خوردن میخواه یگون چیز تیار کنم؟ نه کیروز به خدا دلم هیچ چیز نمیخواهد. خدایا توبت، تو هم بسیار فکری بد نکن. حتما تیمور رو گرفته میارن. نمیدونم اپا، دلم تنگ شده ایستاده است. ناخوشی رو حس میکنم، بدبختی رو. بس بیهوده غم میخوری. حاضر یگون چیز تیار میکنم، یک جا میخوریم. البته تیار کن. من چای میمونم. زن و بچه داری؟ زن دارم، لیکن یک دو ماه شده است که او رو ندیدم. با آتش بازی کردی. عاقبتش خیلی بد میشه. همسرت هم حیف میشه. با او چیزی نمی شود. او جسور است. تو غم خودت را خور. تو مرا کشی، نجیب و یگید تو را می یابند. نجیب مهم نیست. به این هم دوستی دیری نیم. دیگرش را تونچر حل میکند. ما این فیلم را بسیار دیده ایم. در فیلم ها آدمان نیک غالب می برایند. کودک‌ها چیکار کرده باشند؟ خواطر نشوید اپا، به خانه میروند. رانا بیا یگون چیز خور، بیا. رانا بیا. شکر که شما هستید. تشکر. دیروز تو را رنجانده بودیم آخر. همه کم بودی دارد، همه. و تو گفته بودم که کمربند را سخت‌تر بند. چی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ سردار او چی کار میکنه؟ از کجا دانم نیازی؟ حتما یگان کار میکنه دو من کردن گیرد. ها البته حالا بسیار آه میکشی. تو با من حسابت رو برابر کردنی ها؟ خواطر باشه، ما یگان حساب و کتاب نداریم. دیوونا. تونجر چی شد؟ اینقدر آه و واه میکنی؟ ها؟ چرا نجیب نمایان نیست؟ پرس وی کجا شد؟ نجیب کجاست؟ در ماشین. شما تیمور را میدهید، ما ماشین را. همراهتون دیگر کسی نیست؟ چی خیلی که گفتید؟ من و نجیب سردار. خواهش یگانه ما تیمور را ساق و سلامت گرفتن است. نجیب در ماشین است. بگو نجیب از ماشین برآمده دست جنباند. ای تو بر این موی لب را راست است. بگو سردارت رویش را نشان دهد. سردارم از ماشین برآمده دست جنبانید. هوادارانتان بطاقت شدهاند. این نجیب نیست. نجیب کجاست؟ نمیدانستم اینقدر در فکر من هستی.
برادر؟ نبای برادر جون و کبوتر بگو تیمور را رها کند وگرنه کار رنگ دیگر میگیرد. این سلاح شوخی ندارد، خیلی سبک است. باز یگان بلا به سرت نارد. تیمور را سر دهید. تیمور را سر دهید. حال و مال رو نگرفتیم. چیزی گفتم همان را کنید. سر دهید. رو کار تمام شد. سردار همسری فروخ را با تپانچه نشان گرفته است. همش همین برادر. باقی مانده حیاتت را در محبس میگذارم. اینقدر مطمئن مباش. حیات از گردش ها پر است. همه این کار رو با کدام خاطر کردی؟ برای ثروت، نفوس، همه‌اش هوس دنیاست. ثروت دنیا اونقدر زیاد نیست که مرا سیر کند. بعد صحبت میکنید. مرا دید اگر دیده باشند من محو شدم. کسی تو را ندیده است. آرام شو. پلیس ها اینجا انتظار خبرند. زود از اینجا میرویم. مال را نگرفته نمیرویم. کجا میگریزی احمق؟ همه گروه به این طرف فوراً. زودتر باشید. تیمور چی شد تونچار؟ نمیفهمی ما رو بدام گرفتند. یگان داد و گرفت نیست. به من سلاح ده. احوالم خیلی بد است. آسوده باش. از اینجا میبریم. طاقت کن. تیمور سردارم کجاست؟ در همین جاست. تیمور! چی شد رانو؟ ندونم. گویا خنجری به سینه‌ام زد. ما رو هم ترسوندی. خوابی بده دیدی؟ نه خواب نبود. ای خدا جان، با تیمور یگان واقعه روی داد. انا میبینی که خندیده میدرویم. خواطر نشو. درست کش. آروم شو. خوب کن. خدا جان، او را در پناهت نگه دار. التجا میکنم. طاقت کن. پلیس ها آمدن. زود از اینجا میگریزیم. نجیب را نکشته به هیچ کجا نمیروم. حاضر وقت کشتن نجیب نیست. زودتر. چه خیل نباشد باز روبرو میشویم. بیا رفتیم. تیمور خوب هستی؟ احوالش بد است سردارم. اذیت زیادی داده‌اند. زود به بیمارخانه باید برد. نیازی یاری تجلی چکسن. فوراً یاری تجلی روان کنید. سردارم کارم تمام. به خاطر من آنها را دستگیر کنید. یک جای همشون رو دستگیر میکنیم. کمی دیگر صبر کن. نیازی یاری تجلی کجا شد؟ ما خودمون میبریم سردار. احوالش بد است. قسم میخورم که شهد مرگ را از دست من خواهی چشید. Bir sevda düştü içimize,
Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşler